نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحیم. بیگمان الله مردار و خون و گوشت خوک و آنچه که در هنگام سربریدن نام غیر الله بر آن برده شده باشد را بر شما حرام کرده است و هر کس که مجبور به خوردن آن شود بی آنکه علاقمند و تجاوزکار باشد پس گناهی بر او نیست، همانا الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.